سلام دوستان، من امیرم. خوش اومدین به چنل یوتیوب من. امروز اومدم چند تا از بهترین ترفندهای شیمی رو بهتون معرفی کنم که مطمئنم تا امروز از این ترفند خبر نداشتین. وقتی هم فعالش کنید حتما دستتون آتش خوشتون میاد. باید مطمئنم که ازش استفاده میکنید. ممنون میشم اگه چنل من هم ساب نکردی ساب کنی و اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کنی و اگه گوشی سامسونگ یا آیفون هست حتما مدلش واسه من توی کامنت ها بنویسید و آموزش های خفن درباره اونها هم بدم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش که مطمئنم خیلی از این ویدیو خوشت میاد. خب دوستان، اولین ترفندی که من میخوام به شما معرفی کنم درباره اعلانه های گوشی شماست. اینجا روی اعلانه ها و مرکز کنترل کلیک میکنید. اینجا روی جلوه اعلانه کلیک میکنید. اینجا هر کدوم از این گزینه ها رو که انتخاب کنید اون گزینه واسه شما نمایش داده میشه وقتی که پیام واسه شما میاد یا تبلیغات یا هر چیز دیگه. دومین قابلیتی که میخوام به شما معرفی کنم درباره تم گوشی شماست. روی نمایشگر همیشه روشن قفل کلیک میکنید. روی نمایشگر همیشه روشن کلیک میکنید. این گزینه وقتی که فعال کنید چند تا تم مورد نظر به شما نمایش داده میشه که هر کدوم از اونها رو دانلود کنید روی گوشی شما نمایش داده میشه. مثلا من اینو انتخاب میکنم. وقتی که گوشی من رو خاموش میکنم برای چند ثانیه 10 ثانیه این اعلان روی گوشی من میاد و به قول گوشی من رو جذاب تر میکنه. خب ترفند سومی که میخوام به شما معرفی کنم ترفند چیه؟ ترفند دو فضا کردن گوشی شیائومی. اینجا روی تنظیمات بیشتر کلیک میکنید و اینجا روی فضای دوم کلیک میکنید و چیزایی که خواسته رو وارد میکنید. اگر من وارد کنم گوشی من میره به اون صفحه و ضبط نمایش ختم میشه. چهارمین ترفندی که میخوام به شما معرفی کنم ترفند چیه؟ مال به قولی منوی دستور. شاید دیدی بودید تو گوشی های سامسونگ و آیفون یه کلیکی هست که مثلا یه دکمه تو صفحه اصلی یه دایره وقتی که میخواین مثلا کاری باش بکنید اون رو میزنید. گوشی شیائومی هم این قابلیت داره. منو دستور که فعال کنید اینجا این همچین چیزی واسه شما باز میشه. این هر جا بخواید میتونید بذاریدش و وقتی روش بزنید میتونید گوشی رو خاموش کنید، عکس بگیرید، از صفحه اعلانه ها رو ببینید، صفحه رو قفل کنید و خیلی چیزهای دیگه. و آخرین ترفندی که من میخوام به شما معرفی کنم اینجا روی دسترسی پذیری میزنید. اینجا روی دکمه دسترسی پذیری که این هیچی اشتباه اومدم. اینجا روی پنجره شناور میزنید. این پنجره شناور چیه؟ این برای اینه که شما زودتر توی برنامه‌ای که میخواین برید. وقتی این چیز رو فعال کنید یه اینجور چیزی واسه شما میاد. وقتی که این رو میزنید اینجا هر برنامه که بخواید میتونید باز کنید و وارد اون برنامه بشید. حتما اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و مدل گوشیت رو واسه من کامنت کن تا ترفندهای اون گوشی هم واسهتون میذارم. اگه تا الان چنل منو ساب نکردی ساب کن که هر موقع پست چیزی میذارم ببینی. تا اون بعدی خدا نگهدار.